من بسیار دلم برای این آقایونی که خیانت میکنن و دروغ میگن و شفاف نیستن تو رابطه، زیرآبی میرن و فکر میکنن که بسیار زرنگان میسوزه داداشی، به خاطر اینکه تو خانوما رو بسیار دست کم گرفتی. به نظر تو موجودی که با چشم بسته میتونه این شکلی خوشگل مداد چش و خط چش و اینا بکشه، با چش باز نمیتونه مچ تو یه نفر رو بگیره، گرفته خبر نداری تو داداشی، خبر نداری. ما خانوما صبر میکنیم جمع میکنیم اطلاعات جمع میکنیم یهو وارد عمل میشیم. مخصوصا الان که دیگه این پیجای وکیل تایم و نمیدونم پیجای این شکلی اومده که از لحاظ قانونی، حقوقی، کیفری، قضایی همه جوره همه چی رو داره به ما یاد میده. پس به نظر تو برنده این بازی کیه؟ البته این قضیه روی هر دو جنس صدق میکنه خانمای عزیز، زیرابی نرین خانوما، آقایون هم همینه وضعیت. تشدونی